فقط 11 ماهیه که گاه و بیگاه بدون هیچ بهونه‌ای حال همه رو میپرسه. پای درد و دلاشون میشینه و بدون هیچ چشم داشتی به حرفاشون گوش میده. براشون هر کاری بتونه انجام میده تا حال دلشون خوب بشه. فقط 11 ماهیه که برای خوشحال کردن دیگران مادیات اصلا براش مهم نیست. تولدت مبارک ای گل دوست داشتنی، دوست دارم تا ابد، میخوام اینو بدونی. روز تولدت تو مرگ همه قصه هاست، قصه تو همیشه سرآمد قصه ها. ستاره قلب من، فرشته امیدم، حتی تو خواب و رویا مثل تو من ندیدم. ای همه هستی من، همدم تنهاییم، خاطر تو عزیزم از همه بیشتر میخوام. ستاره قلب من، فرشته امیدم، حتی تو خواب و رویا مثل تو من ندیدم. ای همه هستی من، همدم تنهاییم، خاطر تو عزیزم از همه بیشتر میخوام. به 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 به، امشب چه شبیه واقعا. امشب شب تولد آرمان عزیزم هست. آرمان جان، از راه دور ولی با قلبی نزدیک، اولا میبوسمت. تولدت مبارک، تولد 18 سالگی تو مبارک باشه. امیدوارم جشن فارغ التحصیلی تو جشن بگیری، حضور داشته باشم، عروسیت حضور داشته باشم. خیلی بهت افتخار میکنم، دوستت دارم، عاشقتم، واقعا دوستت دارم آرمان جان. خاطراتی که با تو داشتم در ایران هیچ موقع فراموش نمی کنم. کسی بودی با اون سن کوچیکت که هنوز منو ندیده بودی، ولی انقدر به من انس و محبت نشون دادی که هنوزه دارم با محبتات حال میکنم. روح ماهتو میبوسم آرمان جان. شرمنده‌ام که در جشن تولدت نتونستم باشم، کادویی تقدیمت کنم و این کلیپ ناقابل رو از من بپذیر. تا برسم ایران حتما کادوی تولدت رو خواهم بهت داد و این کلیپ ناقابل رو در حد امکانات مبتدی برات تهیه کردم که فقط بدونی که به یادت بودم و چون زمان کوتاه بود و خیلی کارها شاید میشد کرد که نتونستم، متاسفم و امیدوارم که قبول بکنی. از مینای عزیزم که برنامه ریزی بسیار زیبایی رو تدارک دیده برات، از ناصر عزیزم که این همه زحمت ها رو کشیده، از زری عزیزم، محمود عزیزم، مرجان عزیزم و جورج عزیز تشکر میکنم از تمام زحماتتون، از تمام محبتاتون، از حضورتون. کارن عزیز رو میبوسم، ماهان عزیز رو میبوسم و به تمام دوستان آشنایانی که اونجا حضور دارن و اسماشون رو نمیدونم به همتون سلام میکنم. امیدوارم که شب خوشی رو داشته باشید، جای من رو هم خالی بکنید. از راه دور میبوسمتون. Ich liebe euch. همتون رو دوست دارم. قربون همتون.